دوستا شما گفتید که با لایق شرالی سابقه دوستی داشتین. این دوستی شما از کجا شروع شده و چقدر مثلا چقدر دوام کرده؟ اکنون ما همین دوستی ما از روزی که از سال 54 به آموزشگاه پداگوژی پنجکیل داخل شدیم، از همین روزها خیلی 4 سال خواندیم. آهسته آهسته در این جریان خواندن همه قطعی دوست نمیشید، میشناس میشوید لیکن دوست نمیشید. در این جریان خواندن ما در آموزشگاه پداگوژی به همدیگر بسیار و یک بچه دهاتی، منم یک دهاتی از مسجد آمدم و از مزار شریف آمدم. مزار شریف هم یک کوهستان است. قریب که همین طرز زندگی و همین منیاف روی معامله ما یک بود به همدیگر و هم شوخی بسیار شوخ بود در همون جوانی. من هم همین خیلی بودم. شوخ به معنای چه؟ به معنای آن که دلبسه یک میگن که آدم ها یک سیاه اندیشه و سیاه فکر رو من همین خیلی نبودیم. همین کشود و روشن فکرهای میگفتیم، لیکن در مورد دوره بچگی طرز بچگی خطی ما میگفتیم. گوگو حقارت میکردیم، گو آغوش میکردیم، بوسه میکردیم. همین خیلی از همون اصلا دوستی ما از همون آموزشگاه پداگوژی پنجکیل سر شد و من بعد دوام یافت تا نفسهای آخرین ما دوست بودیم. لایق مرد بود. این خیلی یک پشتگویی، یعنی فتنگری، یا دروغگویی، یک کار کرده همین کارم ایرو شود بعد دیگر همین بینم نبینم دیگر من به ضرورت ندارد، همین گونه آدم نبود. همین خیلی اندیشه میکرد، دوست میشد، سخت دوست میشد. مثلا حالتایی شد که ما نوشیدیم، همین وقتی نوشیدن ما جنگ کردیم به هم دیگر خطی. همین جنگای سختی زن و زنی، لیکن همین پگه سحر میشود همین خیسته آمده گردن من آغوش گرفته حتما بوسه میکرد، من بوسه کن میگفت. این آب عرق بود، هیچ هم نمیگفت. عرقی دوره شوروی بود میگفت. ما در کلاسیکای ما خیلی نمینوشید، ما هم از شوروی یاد گرفتیم که بیشتر شد. گفتم خیلی با خودش تسلی میداد، من تسلی میداد، با کارما جریان میگیره، همین گویا که یک آنچه نشده است. این خیلی دوست پیدا کردن دیگر من نمیتوانم نیستم. چرا مثلا شما هم میخواهید که همه ساله جشن بگیرید یا که جشن‌های شرکت کنید؟ چرا؟ سوال عجیب، سوال عجیبم بهترینم. چرا میگویید؟ همه را زاد روزش جشن گرفته نمیشه، ولی همچون دوست، همچون رفیق، همچون شریک درس لایق زاد روزش جشن نگرفتن من به خودم عیب میدانم. برای همین هر سال ما این چیزه همین به واسطه تلویزیون صبح جشن میگیریم. بلندترین بیت لایق گفته است درباره دوست، لیکن کلاسیکای ما هنوز کم نگفتن. مثلا انا همین صاحب در عصر 17 زندگی کردگی، من در همین حاشیه بیتی لایق میگوید که اگر به هر دو جهان یک نفس زنم با دوست، مرا ز هر دو جهان حاصل نفس نباشد. مولوی میگن که این جهان با تو خوش است و اون جهان با تو خوش است، این جهان به من مباش و اون جهان به من مرو. یعنی مولوی میگوین، ولی لایق میگوید که تکرار شود هم، مرا گویند اخترگیر از بام فلک به دوست، بگیرد گر تمام اهل دنیا من نمیگیرم. یعنی هم کنکریت گفت، هم واژه های را در این یک بیت کار فرموده توانست که همه میفهمند. لایق شرالی شعرهای زیادی عاشقانه دارن. همین عاشقی اون کس که شما هم سبق بودید، لایق از زمانی تحصیل در همون آموزشگاه پنجکیل سر شده؟ اصلا همه از همون دوره مایده خوردی سر میشد. عشقی سختش همونجا سر میشد و رفته اگر که همون استاد اگر بعد آدم یک زندگیش آینده زندگیش جریانش خوب میشد، وگرنه نه. ژورنالیست صدای شرق در آمد کار. بعد من می اومدم گوجان دست زنگ میزدم، خب میگفتم همین شرق بیا زود
کابینتش می اومدیم بعد میگفت که تو همین جای من بشین. برای چی؟ حالا دخترکا زنگ میزنن تو گوش کنه انا ما کار زدن گیر میگفت و همین زمان السلام علیکم شما اگه جو ما کنه بودم شعرتان خوندم همه قضیه بود که اوه باشم بعد من گم میزدم نام لایق اوه من چون میگفت که من لایق گو من همین رزنامه و گم زدم میگردم اینقدر کی هم زنگ میزد هم دخترکا بیشتر همونایی که معنی را سرفهم میروند یا محبت نسبت انسان یا نسبت زن بودن خودشان داشتن یا نسبت اون که شاید که شاعر میشدن دلشان نمیرنجاد. همین با همسر خودشون هم لایق شیرالی عاشق شده خانواده ازدواج کرده هستن؟ بهتر این سوال داده. همین ما آموزگاه میخوندیم دیرکتور ما رزاقوف گفته آدم بودن خیشوی همین پدری لایق اون آدم بچه نداشتن دختر داشتن فقط 5 تا دختر بعد ما لایق همین خونه همون کس به زندگی میکردم ما خوابگاه با وقتی که درس ها تموم میشد همین لایق همون دخترای همون کسا گرفته مگزینا برده هر کجا تماشا میداد و یک بار هم خیلی واقعا هم خیلی حادثه شد که در کوچه واخوردم که همون 5 تا دخترای هوای ادم به لایق رفسادن بعد من گفتم که اینها کی؟ گفت که آن هموناش گفت ینگت گفت همون حوزرنگی اویلشه دستش نشون داده گفت که آن هموناش ینگت و ما بچه دیهاتی من گفتم که این دخانه مردک خواب رفته این خیلی گوساده است گفته همین دیدم که زنم لایقه همین سر میکنم که همین کوچه های پنجکن باید جدا دوند بوده هر چند سر میکنم و نکردم این کار نشد که زنم یکی میزدم باز گشته میگود که با خدا هوا ینگد میشن میگود باز سر میکنم که با گشته با میگودم خیلی مگم هیچ خیلی آدم باشد همه آدم ما تمام کردیم همه آدم آورده در همه انستیتوت خودش میخواندگی خانم همه آدم حال همسر همون حاضرم صادق موند بسیار صادق موند و با عائله بسیار محبت بسیار عجیب داشت. شما گفتید که نیم پیکره لایق شیرالی را در ناحیه مسجد گذاشتین یعنی با مبلغ خودتان ساختین؟ حتما با مبلغ اون دوست من که بود اگر امکان نمیشد قربان شده من همون کار میکردم برای چی؟ برای اون که میگن که دوست باشی یک جان کم است 100 جان داشته باشه برای دوستت فدا کن وقتی ما مسجد کنه یک 10 روز این سالی 79 هم بود حق نظر غایب گفته یک شاعر است بای اورون کوزاد یک سلسله همون اینای من گرفته مسجد کنه رفتیم لایق مسجد کنه ندیده بود اونجا برگشتیم سال 86 بعد از 6 سال باز نیم مچه موندگی بود همشه تا آخرش ندیدیم نیم مچه موندگی بود برای با همشه دیدن سوربن رفتیم هر 3 شریک درس های دوره آموزشگاه با اونجا همون قشلاق ما یارم نام دارد اونجا یک چشمه هست چشمه خانه میگویم اون سری چشمه درخت هست از تگی همون کو چشمه میبرد چشمه بسیار زیبا و همین صاف او باش که همین اگر نگاه کنه عکسدان میبینید آینه بریم سر اونجا شدیم لایق گفت که اونجا یک خانه چه اگر شاید امکان شاید تو میتونی ساختن که آینده آیله وقت بیاییم دویم همجا دم گیریم میتونم گفتم به خاطر گپی همون یک رحیم سیفالدین گفتگی دوستی بسیار نزدیکم رئیس کلخوز بودن همونجا اون وقتا این خیلی زمین گرفتن و میراثی کردن نبود این سالهای مثال 79 این خیلی نبود که بعد همون پرولتر رفته همون کسی گفتم که همین خیلی همونجا کجایش معقول شود گفتن گرید
و هم کاغذهای تغییر کردم که تا تغییر کردم که این سال 96 همین قرار برآمد که من زمین‌های تید و خواجگی دهخانه کنید. همونجا من گرفته خواجگی دهخانه کردم 3 هکتار زمینه به خاطر آنکه همونجا یک خانه چه کنم همون وصیت لایق اجرا شود. ما رفته هر سال دم گیریم. خیالم که نمیمرد یا ما هم پیر نمیشیم. همین خانه چه من کردم که وفات کرد نشد رفتن. بعد همون جانده جایی که همونجا شتا دم گرفتیم همون چشمنده نیم پیکری همون سال 2009 ساختم. همونجا برده یک سکولپتوری بسیار عجایبی خدمت نشان داده زیبا کرده. همونجا برده هم جایی که گفت که همونجا خانه چکن یا نه با چشمه های سر همون چشمه با پادسته همین ساز کرده همونجا شنوندیم. همجنده اشتراک کردن همین استاد جورابک مرادوف، افسر شاه، انا گلنظر از شاعرها، عثمان نظیر رحمتی یک شریک درس دیگه ما بود و یک عبدالمنان نصرالدین و یک ادبیاتشناس بسیار ورزیده بود و خلاص همه مچا همون سر چشمه با جمع شد به یگان وای همه استاد جورابک آمده است چنان یک کانسر شد یک اکو و هم تو زبان خطی گفتن نمیشد مردم خورسن شد. همون نیم پیکره شدیم. من حاضر همون چشمه خانه نام دارد همونجا نکرد چشمه را به نام لایق موندیم چشمه لایق. اونجا یک همون یک وایز دادیم چی میگوین یک همین نوشته جوتی چشمه لایق. هر کسی که میرود همون ریان راه میگذارد پلوی راه میگذارد هم تو میستاد میبرد زیارت میکند لایق یبار بوسه میکند رسم میگیرد لبی همون چشمه و لیکن من یک باوری دارم که اگر ملت تاجیک به شعر و به معنی اگر همین طوری که حاضر هست دقت کند و همین 100 ساله های آینده گذارد شعر ما معنیش چکرتر میشد نه که نیم پیکری لایق عطیلا میسازن به نظر من. از همه اشعار هم سبقتان دوستتان لایق شعری کدامش بیشتر به شما خوش میاد و همیشه اگر مثلا درباره لایق اگر مثلا سخن کنید کدامش بیشتر پیش نظرتون میاد؟ سوالتون بسیار سوال خوبه. لایق دریا هست. این بیتش از این بیتش این بیتش از این بیتش خوب است. یک کله کامپیوتری در کار که و یک شب روز خوانید و یاد کنید همش از یک دیگرش خوب است. یک شعر لایق دوست می داشت. شعر نامش افتخار بود. همینه هر کجا که میشتیم میخوان همینه میخوانم. در میان کوهساران سخت جانم زاده‌ام در ره کوهسار بهر امتحانم زاده‌ام والدین بی نشانم چون نشانم زاده‌اند در دیار کم زمین بیکرانم زاده‌ام. گرچه می گفتند از قسمت بود فردای من گرچه می گفتند سه روزی بود دنیای من گرچه در گهواره می بستند دست و پای من در زمین بحر تلاش آسمانم زاده. در میان 4 دیوار بلند کوه ها که گرانه می کنند بر کوه ها اندوه ها با غرور پاسبان قله های روح ها با دل بیدار و با روحی روانم زاده. با دعای موسفیدان خدا ترس و بهار بی سواد اما سواد آموزی 100 آموزگار با شفاعت های کمپیرهای نمجان جان نثار بهر حاضر بهر فردای زمانم زاده. من از این سان موسفیدان سوختن آموختم در قطار سوره قرآن سخن آموختم از کتاب زیر بالینم وطن آموختم در دیار بیت و شعر و داستانم زاده.
گرچه در بزم بزرگان کودکی گهوارم، با همه کم ظرفی خود جزو این سیارم. شاعرم یا عاشقم، غمخواره یا میخوارم، هر کی هم باشم به قصد دشمنانم زادم. در میان کوهساران کوهسانم زادند، با غرور قله ها هم آشیانم زادند. در کنار چشمه بحر دمانم زادند، در ده خرد برای 100 جهانم زادند. استاد یک جان برای صحبت پرمحتواتون تشکر. زنده باشید، سلامت باشید. تشکر. سلام.